یعنی من یه اعتقاداتی دارم برای خودم، سر این اعتقادات دارم اعدام میشم. نمیتونم الان مثلا به خاطر مثلا دل شما یا دل هر کسی دیگه، من یه اعتقاداتی دارم برای خودم و الانم دارم به این خاطر اعدام میشم، به خاطر این عقیده‌ای که خودم دارم. تقریبا 2 ماه پیش رفته بود دیوان، نقض گرفتن، پس فرستادن دوباره، فرستادن شعبه 28 دوباره نقض رو برطرف کرد و فرستاد به دیوان، این بار تاییدش کردن و وکیل یک شنبه رفته بود دادگاه، گفته بودن که تایید شده و فرستادیم اجرای احکام، ولی دیگه مشخص نیست فردا اجرا بشه. سیاست کشور اختلال داره، شاید 10 سال دیگه اجرا بشه. گفته یعنی وکیلم اینو به من گفت دیگه حکم به من ابلاغ کردن، بگو به خانواده‌تان بیان اونجا که مثلا ببینیم کی از دستمون برمیاد، مثلا بریم یعنی نامه بدیم بهش عفو رهبری یا از این حرفا. و مادر رو بهش گفتین؟ به مادر گفتین؟ نه والا نگفتم بهش، منم حرف زدم باش، به مادرم نگفتم، ولی پدرم گفتم که همون قبلیه، یعنی جوری گفتم که ناراحت نشید چون پیر هستم دیگه، ترسیدم اتفاقی. نه لازم هم نیست. اسم وکیل چیه شهرام؟ صادقی. یعنی اون صحبت‌های پدرت هم که گفته بود این اتفاقات تمام برای من و زنم و دخترم و اون یکی پسرم رو کشتن و اینا، یعنی به این چیزا اصلا توجه نکردن اینها؟ نه والا هیچ کدوم. اصلا الان مادرم فلج شده بعد از تصادف اینجا که برگشتن، یعنی اتفاق تصادف براشون پیش اومد، 2 سال خورده، یعنی 2 سال نیم بیشتر اصلا نتونستم ببینمش. آخه شما من الان اون بالای نوشتت عکست نوشتم که چون این بر اتهامات تو رو که اینا بهش استناد کردن و حکم دادن زیر شکنجه بوده، وکیلت زیر اینا رو قید کرده تو پرونده‌ات که تو شکنجه شدی و زیر شکنجه صحبت کرد، اعتراف کردی؟ بله 1 دقیقه فقط فرصت دادن بهش حرف بزنه وکیل، فقط 1 دقیقه. اون 1 دقیقه هم گفته قاضی این اظهاراتی که شما میگید توی وزارت اطلاعات گرفته شده و هیچ وجه قانونی نداره و قاضی هم بهش گفت شما ساکت باشید و توی لایحه هر چی میخواید بنویسید. خب بعد حالا اجازه ندادن وکیلت صحبت کنه، همون قاضی مقیسه بود دیگه؟ آره بله. بعد اجازه ندادن صحبت بکنه وکیلت، داخل لایحه نوشت؟ والا نمیدونم، یعنی خودت ندیدی لایحه دفاعیه رو که نوشته؟ اصلا حالا مثلا نه خودمونو فقط 1 بار در 5 دقیقه بردن دادگاه و دادگاهی کردن دیگه، نه حکمی دیدیم نه حکمی بهمون ابلاغ، فقط وکیل رفته حکمو دیده، اومده زنگ داره به خانواده گفته مثلا من آقای شهرام من این بار آخر رو نمیگم، کلا وکیل شما وقتی که برای شما اومده دفاعیه نوشته، لایحه دفاعیه نوشته، این لایحه دفاعیه رو شما دیدید، خوندید؟ اون وقت که ما رو دادگاهی کردن طبق ماده 186 محاربه زدن، اون ماده لغو شد. اونا دوباره اومدن بدون اینکه اصلا ما خبر داشته باشیم ماده رو عوض کردن به ماده جدید. طبق چه ماده؟ طبق چه ماده؟ ماده جدید چیه؟ این قانون مجازات اسلامی جدید. متوجه. قانون مجازات اسلامی قدیم ماده 186 محاربه بود که با این قانون جدید که 92 تصویب شد اصلا اون ماده لغو شد و قانونا باید هر کسی که اون ماده حکم گرفته رو باید آزاد می‌کرد. دقیقاً بله. ولی این کارو نکردن و اومدن برای ما این ماده هم عوض کردن، حتی اون 186 رو پاک کردن به ماده جدید. ما رو قبل از 92 دادگاهی کردن، ولی قبل از خرداد 92، ولی اومدن با همون ماده قدیم دادگاهی کردن. حتی توی دادگاه که فیلم برداری کردن خود قاضی میگه
و دادستان میگه طبق ماده 186 شما رو دادگاهی میکنه. ولی بعدها اومدن سال 93 پاییز 93 اومدن این ماده رو بدون اینکه مثلا اصلا به ما خبر بدن، چون وکیلم از خودشون بود، وکیل تقریبا اطلاعاتیه، مثلا احتمال میدم با همون وکیل دست به یکی کرده باشن، چون اجازه ندادن ما وکیل تعیینی بگیریم. 3 تا وکیل بهمون معرفی کردن، گفتن این 3 تا هر کدوم از اینا فقط میتونن این پرونده رو بگیرن. ما هم خانواده‌ام رفته بودن پیش یکیشون که مثلا نزدیکتر بود و آشناتر بود، اونو گرفته بودن، چند میلیون پول ازشون گرفته بودن، همینجوری با همون دادگاهی قبلی فقط محاکمه کردن. یک بار 91 طبق قانون قدیم، جدید هم نه لایحه وکیل رو دیدم و نه اصلا محاکمه شد، فقط یک بار با قانون قدیم محاکمه شد. قرار خانوادم الان چون تهران بود وکیله، قرار برگرده سننداش خانواده برن و اون بند و تبصره و ماده‌ای که طبق اون اعدام رو دادن به خانوادم بده. حالا من حتی توی دادگاه اجازه ندادن 5 دقیقه وکیل رو ببینم، چه برسه به این که بیاد زندان. به هیچ عنوان نه زندان و نه دادگاه اجازه ندادن وکیل رو ببینم. 1 دقیقه توی یعنی کلا من 5 دقیقه اون وکیل رو دیدم، اونم توی شعبه 28 کنار قاضی مقایسه بود. 1 دقیقه بهش اجازه حرف زدن دادن و هیچ دیگه. من میخوام با اجازت اگر چی باشه این صدای تو رو ضبط کنم و بفرستم برای احمد شهید. حالا فقط پخش نشه، چون اون بار 40 روز بودن انفرادی، کلی هم مشکل داشت، اینقدر اذیتم کردن. ولی مثلا مشکلی نیست اگه به احمد شهید میگم که اینو پخشش نکنن، اما این صحبتایی که تو کردی رو از اونا بخوان که شما پاسخ بدین. اینو چقدر بردید، مثلا دادگاهش چطور بود، چگونه بود، آیا وکیل داشت، چون اینا وقتی که در مراجع بین المللی از نماینده همین لاریجانی رئیس قوه قضاییه که برادرش مسئول حقوق بشر اسلامی در ایران، این شرکت میکنه و میگه که ما همه محاکماتمون عادلانه و بر اساس میزان بین المللیه، یعنی بر اساس قوانین حقوق بشر. یعنی اینکه تو شهرام احمدی کتک نخوردی، شکنجه نشدی، کاری باید انجام ندادن، بعد وکیل اومده باید صحبت کرده و تو اعتراف کردی این جرما را. اونا اینجوری برای دنیا دارن میگن. هیچ کدوم از اینا نبوده، حقیقتا هیچ کدومش نبود. یعنی نه 33 ماه انفرادی بودم. 33 ماه. از کی؟ از وقتی که گرفتنت؟ آره، از وقتی که گرفتنم تا 33 ماه. خب 33 ماه انفرادی بودم، شکنجه شدم، وکیل اصلا ندیدم. بعد از 5 ماه تفهیم اتهام شدم، یعنی بعد از 5 ماه. اولین بار که وکیل رو دیدی کی بود؟ در دادگاه، توی جلسه دادگاهی. بعد از چه مدت بازداشت شدن؟ چه مدت بود گرفته بودنت؟ بعد تو 46 ماه از دستگیر شدنم طول کشید تا من توی دادگاه برای اولین بار قاضی و وکیل رو دیدم. خب این به عنوان، یعنی تو وقتی که رفتی پیش قاضی به عنوان بازپرسی بود یا به عنوان محاکمه بود که حکم صادر کنن؟ نه، به عنوان محاکمه. بازپرسی بعد از 33 ماه در زندان اوین بند 350 معاون یعنی منشی قاضی مقایسه اومد اونجا و چیز به اصطلاح بازپرسی کرد و تفهیم اتهام کرد برای قاضی مقایسه. بعد از 46 ماه یعنی 33 تا 46 بعد از 13 ماه اینا منو بردن دادگاهی و اونجا وکیلم رو دیدم و توی جلسه دادگاهی حتی 1 دقیقه قبل از جلسه دادگاهی من وکیل رو ندیدم. دادگاهی شدم و یعنی از 11/7/91 که دادگاهی شدن تا الان هم اصلا اجازه ندادن وکیل رو ببینم. نه اصلا گفت اومد اونجا گفت وکیل لازم داری،
گفتم پس چی وکیل میخوام؟ گفت خب خودمون برات بگیریم یا خودت میخوای وکیل بگیری؟ گفتم خودم میخوام وکیل بگیرم. گفت نمیشه هر وکیلی رو روی این پرونده چون محرمانه است راه بدیم. ما خودمون چند وکیل معرفی میکنیم به خانوادت، شماره شونو بده. شماره خانواده رو ازم گرفتن، گفتن چند وکیل بهشون معرفی میکنیم، فقط از اون 3 وکیل حق گرفتن یکیش رو دارن. گفتم من خودم آشنا فامیل داریم وکیلی. گفتن به هیچ عنوان وکیل دیگه اجازه اومدن روی این پرونده رو نداره. این 3 وکیل که معرفی میکنیم فقط میشه میتونید بگی. یکی اسمش ادمن بود، یکیش هم این صادقی که خانواده این صادقی رو گرفته. این 33 ماه دیگه سلول انفرادی و کتک و سیلی و اثر انگشت چیزی، یعنی کاغذهای سفید و اعتراف جلوی دوربین و بزدور و شکنجه، همه اینا بوده. یه 33 ماه توی انفرادی آدم رو واسه چی نگه می‌دارن؟ برای اذیت. چراغ‌های توی اتاق 33 ماه روشن بود. 33 ماه یعنی اون چراغا روشن بود روی سر من. لا یه لامپ زرده یعنی رو سرش آدم روشن باشه 33 ماه خیلی مهمه. هر وقتی که اومد بودم زارم من تو تاریکی چشمام ساعت‌ها ازش آب بود. اونقدر اذیت کردم. بعد از 10 روز مطلع شدم که بازداشتش کردن. مثلا بعد از چند روز آوردنش تو سلول خود، همون سلولی که من بودم دیدمش. خب با هم مثلا دیگر رو دیدیم، دیگه هم دیگر رو ندیدیم تا 2 سال. 2 سال این که من انفرادی انتقالم دادن زندان اوین، از زندان اوین به رجای شهر، توی رجای شهر دیدمش. 9 ماه اینجا با هم بودیم. بعد اونا بردن به ذوالحصار، اونجا اعدامش کردن. بعد به خانوادت خبر داده بودم، وکیل براش گرفته بودن، دادگاهی شده بود؟ این دادگاهی شده بود ولی اجازه وکیل براش بهش نداده بودن و جنازه‌ش هم حتی تحویل ندادن. توی یه قبرستون توی کرج آوردن جلوی چشم یک نفر اعضای خانواده‌مون توی یکی از قبرستون‌های کرج دفنش کردن. حتی همون وکیل تسخیری هم میگفتن که یعنی یک خط حتی یک خط اعتراف اجباری هم نداشت، هیچ چی ننوشته بود براش و حتی یعنی کوچکترین دلیلی برای اعدامش نداشتن. من به زور اعتراف ازم گرفته بودن ولی اون رو حتی یک خط براش اعتراف اجباری ازش نداشتن، حتی یک خط، ولی اعدامش کردن. وقتی که گرفتنش زیر 18 سال بود ولی وقتی که اعدام کردن 3 سال گذشته بود، یعنی 20 سال خورده. 20 سال خورده ایش بود. نه. حالا ما تو بیانیه‌های زیادی گفتیم، اصلا ما ربطی به هیچ گروهی نداریم. ما یک اهل سنتی هستیم که الان تو ایرانیم و ظلم بهمون میشه. حتی حق نداریم توی مسجدی که منتسب به اهل سنت همون عقیده فکر خودمون که همون چیزی که مذهبمونه و خود اینها اجازه مثلا دادن که مذهب شافعی و حنفی و مالکی و احمدی اینا آزاده در کشور ما، همون طوری که مثلا توی قانونشون اومده که زبان کردی آزاده و نمیذارن خونده بشه، همون طور هم نمیذارن مذهب سنی ها توی مسجدهای خودشون. به یک شرط میذارن، یک ماموسایی یا یک عالمی باشه که خط خودشونو بخونه، اونی که اینها میگن به اسم دین معرفی کنه، نه اونی که مثلا امام شافعی گفته. شما تاریخ مذاهب رو بخونید ببینید مثلا امام شافعی نظرش چی بوده. اصلا با گروه هایی که الان مثلا من اصلا توی زندان هستیم و اینا ارتباطی، یعنی مثلا شناختی، من 7 سال زندان هستم. گروه هست مثلا 6 ماه تاریخه، 1 سال درست شده، اصلا با هیچ گروهی ارتباط ندارم. کل دغدغه ما اینه که یعنی بدونیم خانواده خودمونو، یعنی اون تفکری که داریم. الان من برام مهم نیست هر کسی هر جوری فکر میکنه بگه اینها بیان، نه، من مشکل ما اینه که اینا اجازه نمیدن ما
اصلا حرف بزنیم، اصلا چه برسه به این که مثلا زمانی دیگر سنی ها حکومت ایران رو دست بگیرن که این خب برای خودشون، یعنی رحم به خودشون نمیکنه. حالا چه برسه به این که مثلا یک سنی بیاد و سالها 37 سال کردها و سنی ها توی ایران به اصطلاح ضربه میبینن و اذیت میشن و خلاصه بفرمایید. هیچ ربطی هم با هیچ گروهی نداریم و یعنی استراتژی و فکر و اینا اصلا به ما ربطی نداره. مذهب ما شافعی مذهب هستیم و به اصطلاح اصلا با این خشونت هایی که من میشنوم توی اینا مثلا اصلا ارتباطی نداره.